متولد شهریور گلم. شهریور میگه یه ذره تنش ناراحتی داری، تا تیر ما باید صبر کنی، زمان بده، اما تلاشاتو انجام بده. بعد خبر خوش در راهه. ببین پرنده خبر خوشی که به دستت میرسه، به گوشت میرسه. از نام احمد امیر امید برای صحبت زنگ تماس هست. میگه کار شراکتی رو میخوای انجام بدی، این آخرش به خوب تمام نمیشه، زهی سگو انجام ندی، خود پول به دستت میرسه. در فکر یک جابجایی یا خرید فروش ملک هستی که پولش جور نشده، زمان بهش بده. ستاره اقبالت بلنده، شما از طرف بهمن ماهی خوشحالی دریافت میکنی. کار زیبایی دندون پزشکی توی صورتت انجام میدی. یه عدم افتاده داخلی مشکلات روده معده براتون، یا مثلا سفت شدن شکمت رو نشون میده، انگار یبوست داری. حواست باشه حتما با پزشک صحبت کن در رابطه این مسئله، چون مشکل ساز میشه. خب برات افتاده تغییر تحولات مثبت رو داری، جابجایی خونه رو داری، کار زیبایی تو صورتت انجام میدی، کسی دوست داره، برات قدرت افتاده، موفقیت افتاده. از نام محسن خبر خوش دریافت.